جوانهای ما جوانهای خوبی هستن. امروز با این وسایلی که امروز هست که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسایل، امروز این وسایل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تاثیر قرار دادن اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره، به حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزشه. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستند.